این نامه مسئولان اداره معارف در ناحیه مومن‌آباد است. آنها در واکنش به یک گزارش رادیو آزادی نوشتند که آموزگار شریف‌عمو شهرامی خواننده صنف یکم مبارز رزاقیان را نزد. دولتمراد علیم-شویف پدر مبارز نامه را دسترس کرده است و میگوید در واکنش مقامات تنها خودسفیدکنی را می‌بیند. اومید جان دولتزاده واکنش کرده که معلمه هیچ کس نزده. این هم شما در پیشنهاد میکنم اومید جان دولتزاده ثبتای ویدیویش قطعی اومده میگه که این معلمه خیلی کار کرد بخشش اینه چه خیلی بفهمیم در اونجا خیلی واکنش کرد در پیش من اینه ثبتای ویدیویش ما دسته. قضیه مبارز رزاقیان در ماه اکتبر رسانه‌ای شد. والدینش ادعا کردند که آموزگار به سرش با شپاتی زده است و او 16 روز را در بیمارستان گذراند. حادثه را دادستان ناحیه مومن‌آباد میسنجد، اما تا حال خلاصه‌ای نداده است. سود امنی سود طبی امنی تصدیق کرده که 11 دمی اوسه به ورداشتگی прокуратура مفتش پروکورور سوال گذاشته نزد سود طبی ده که بعد 24 ساعت مراجعت کردم ما بعد 24 ساعت ما بعد 2 ساعت همگی مراجعت کردیم با وجود همین گفته که 11 دمی اوسه به گرفتگی ایزار بیدست 11 دم همین اوسه به همین مبارز ایزار بیدست گرفتگی طبیبای نویای مومن‌آباد درست تشخیص موندگی. مبارز پس از طبابت به مکتب برگشته است. پدرش میگوید با وجود آنکه در درس‌ها اشتراک میکند هنوز از دردسر شکایت دارد. مبارز سرش غمش میته کمتری عصبی شدگی شوا و غصب میکنه سرش غم زیر نظارت دکترها باید تشخیصش کنیم با توموگرافیش کنیم ای پای توبت همویم توبتش کستیم. پدر مبارز رزاقیان گفت او قبلا از گناه آموزگار گذشته بود ولی نامه اداره معارف وی را به پاسخ گفتن وادار کرد چون محتوایش درست نیست. وی حالا پاسخ دادستانی را منتظر است. میگوید بعد آن تصمیم خواهد گرفت که دوباره شکایت کند یا نه.